این نهالی که در نوار میبینید ارچه و یا بورس نام دارد. به قول بعضی بزرگان 1000 سال عمر میبیند و 1000 سال پیش چشم انسان را این طر چی در تابستان چی در زمستان زیبا نگاه میدارد. ولی انسان که از روز ازل ناسپاس بود چیکار میکند؟ میبیاید اره میزند، تبر میزند، این ارچه ها رو نیست و نابود میکند، میبرد در چکدان خمیر میکند، نان میپزد، میخورد. همه آنچه اینجا میبینیم خداوند آفریده با همه دانایی و بزرگیش. ولی انسان ناسپاس است، به قدر همه این زیبایی ها نمیرسد. پس چیکار میشود در نتیجه؟ بالای شهر و دهمان را چنگ و خاک میگیرد، بعد میزنیم در چشممون عینک، در دهانمون مسکه، حفظ سلامتی گفته میگردیم. عاقبتش همین است. بعد چارابینی ها میگذرانیم، سبزگردانی و نهالشینانی و حفظ طبیعت و کم چیز. آنچه خدا داده بیاید اول به قدرش رسیم و دوستش بداریم.